سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. این اولین کلیپیه که من دارم در کانال رضا فلیکس آپلود میکنم. یعنی قراره که این کانال رو واقعا بهتر کنیم و اومدم که راجع به این کانال یه توضیح کوچیکی واسهتون بدم. این کانال قراره واقعا فوق‌العاده باشه و ما انیماتور هستیم و قراره که هر ماه یه انیمیشن سینمایی در این کانال آپلود بکنیم. حالا این انیمیشن تایمش کوتاهه دیگه، تا 20 دقیقه اینا هستش، ولی خب انیمیشن های واقعا جذابی داریم میسازیم. حالا شما تنها کاری که باید بکنید اینه که دکمه حسابو بزنید و عضو کانال ما بشید تا انیمیشن های زیبای من رو ببینید. حالا تصمیم این هستش که حالا این انیمیشنی که قراره اکران کنیم که نه، انیمیشن بعدی قراره که یه یوتیوبر معروف بیاریم و ریاکت کنه. البته همه انیمیشن همونا، حالا غیر از اون چون اولی خودم میخوام ریاکت کنم بهش، چون واقعا انیمیشن فوق‌العاده‌ای هست. حالا بریم یه تیزر ازش ببینیم بعد همه رو کشت، فقط اسکوبی تونست فرار کنه. پس اینجایی؟ فقط بهم بگو چرا همه رو کشتی؟ اونا داشتن حواس تو رو پرت میکردن و تو دیگه اصلا به من فکر نمیکردی، برای همین کشتمشون. آخه من واسه چی باید به فکر کنم؟ بذار اول برات یه داستانی تعریف بکنم. به نظر من واقعا انیمیشن جالبیه، چون یه ایده خیلی خفن پشتش هست و دستاز دیگه یه حس واقعی گرانه بهتون میده. امیدوارم که این انیمیشن بهتره کنه و شما عاشقش بشین. شما برای شما داریم انیمیشن میسازیم که شما عاشق این انیمیشن ها بشین. حالا حتما دکمه حسابو بزن، لایک بکن و حتما نظر بده، چون نظر شما امکان داره بره توی لیست و ما یه انیمیشن راجع به نظر شما بسازیم. پس حتما یادت نره. و بچه ها، ما یه کار جالبی دیگه هم که کردیم، یه کمی، حالا یکم که نه، از پیکسار دزدی کردیم و اومدیم توی انیمیشن بعدیمونم نشون دادیم. یعنی یه چیزی توش هست که شما میتونید بفهمید که انیمیشن بعدیمون چیه و یه 2-3 تا نکته هم توش گذاشتیم که بعد اینکه انیمیشن اکران شد، حالا یه هفته بعد 2 هفته بعدش حتما اینستامون رو فالو بکنیم که اونجا خبرها رو بفهمید. بعد لایف میذاریم و جایزه میدیم. بعد باید بدونید که این صحنه مثلا چی توش بوده، چی شده و اینا. پس یادتون نره، یه حرفی نمیمونه. پس منتظر انیمیشن باشید. فعلا خداحافظ.